آقا رضا بدویم بیاین. چی خبره؟ بیاین که تدک چی خبرایه. چی خبره؟ برو اینجا. خبره یعنی تو چیه؟ یک چیزای داخلی هست. خب بسم الله ببینیم چی خبره. تو بنظر شما چیه؟ بریم نگاه کنیم. شب سورپرایز داریم. واو قیامت اینجا قیامت. قابلی داریم امشب. قابلیه جان. اینو دندون داره اینا بخور. باز الان بیان بعضیا بنویسن که ما قابلی رو ایت میخوره ما ایت میخوریم. بابا ما دنبال چی میگه آقا رضا؟ درست میکنیم. خیلی یک قاشق دیگه بزحمت بهم بده. قیامت به خدا. الان یکی میگه من قابلی ایت نه. قابلی چی گنداختن؟ 4 تا گوشت خود 4 تا برنج. ولش کو برار به گپ که مردم گوش نده زندگی خور بکو. جا همگی تا خالی. به خدا قیامت. آخر میگن ما پولدار نمیشیم. امشب مهمون داریم. سید جواد آمده اینجا به افتخارش. چک چک. قیامت. برارزن و خارزن آمده. من کم تحویلش بگیریم. یک قابلی مخواستم بهش ساندویچ بدم. قیامت. این دنبال چی میگه نگاه بکن جان. اینا رو کجا باید بزنی؟ رنج دور گردن میکنی گردن. وای برام. خب اینا دیگه ایگاه آقا تیشه شد سینه؟ نه اشکال نداره برگردن. خب جا شما خیلی به خدا. ما به جاست هم خورم یک دو لقمه جا تک تک تا خالی. فقط تو کامنت ها نظرات رو بدن هم بره برگشتندنش. امیدوارم که کامل برگرده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. قیامت به خدا. این بحثه کنیم جیز میکنه. یعنی جا شما خیلی جلو به جلو. اینا که میگن روز رویس ببندی انتی بی خش شگی تعدیق. خب این هم از رخ کار. جا همگی تا خالی. این هم گوشتش. خب برم بره تست گوشت. یک دیگه گوشت به همه دارین. جوان آقا اشته مزه بده. نگو برو. دیگه هم یک نگو چی هست. قابلی رو هیچ موقع با قاشق نخوره. 4 روز دنیا. اگه میخوایم بفهمین چیه. خیلی داغه. من خیلی داغه. خیلی داغه. حرف نداره برای شما این بگو. خب یک گوشت هم روش میذارم. این هم از طرف همگی تا روش چی میزنن؟ از این سیرای معروف بگم. یعنی حرف نداره. امیر به شما میگم. مزه میده با؟ شما خیلی بخور. لایک سابسکرایب کامنت یادتون نره. حمایت کنین. به خدا همین لایک کردن که مگر حتما. نمیفهمشته چه زور میده شما. چی میشه یک لایک کنین؟ بخیر. یک سابسکرایب کنین چه کار میشه؟ حمایت کنین. دست شما درد نکنید تا اینجا ویدیو دیدیم. بریم تا یک ویدیو بعدی. تیار و خوشحال باشید.